خب برقا کی میره؟ آمریکا بیاد پایین. آمریکا بگه آقا کلا بای پولتو میدم از اسرائیل بیا بیرون. اوکی. این برقا فعلا نمیره. کشورهای دیگه هم آدمایی نیستن که برقا فیوزشو قطع کنن. کاره نیستن. همه تماشاگرن ببینن اینا چی میشه نتیجهشون. چون پول واسه گذاشتن. پول ترکیه عربستان سمت اسرائیل، پول عربای دیگه سمت ایرانه. مثل قمار دیگه، قمار هر کی برد اون برنده است. کشورها تو نظم جدید دنبال پوزیشنن. هر کی نقش بیشتری داشته باشه برنده است. یادته حرف قبلیمون این بود، یادته جنگ جهانی کشورهایی که باختن و بردن پوزیشن گرفتن قوی تر از قبل الان. اونی که نبود هیچ ارزش. مجال مثلا چه بکن کشوری مثل چک همشون جهان سومی اسمش هست نه ولی اسم آلمان هست، اسم لهستان هست، اسم فرانسه هست، اینا لطمه دیدن. اسم ایتالیا هست، لطمه دیدن، یعنی هستن. بریم تو فوتبالا ما سری آ داریم، بوندسلیگا داریم، لیگ فرانسه داریم، لیگ مجارستان خاص داریم، لیگ چک داریم اسم راست داشته باشه. نه تو فوتبال هم نداریم. تو همه چیز ضعیفن. اما آلمانی که با خاک یکسان شد الان بوندسلیگاش لیگ قویه. دارم همه جوری باید بحث میکنم. خب پس برای نقش گرفتن پس باید جنگ بشه، باید نقش داشته باشه. ترکیه که الان مثلا نگاه میکنه تو جنگ تو نظم جای نداره، تو سری خوره، هر چی که بهش بین انجام میده. مثلا الان ببین الان تو نظم جدید، توی داستان جدید نظم چی نداره، اصلا نقشی نداره. اسرائیل نقش داره. اسرائیل نقش داشت چون 40 سال قبل برد همشون آدمای اسرائیل. الان تو نظم بعدی اگه نقش بازی نکنن، اگه همون جوری اسرائیل تک نقش باشه، خب همونو باز تغییر نمیکنه که هیچ. ایران نمیپذیره بعد از 20 سال پدرشو در آورد تو تحریما همچنان بخواد همونجوری بدون نقش باشه. ما بریدیم. مردم اصلا توان بحث مالی ندارن. ببین مردم ما میگیم که آقا تا کی میخوایم اینجوری باشیم؟ خب همه چیز اقتصاد ما بحث. ببین اقتصاد یک مشتقی از سیاست. تو هیچ کشوری نداریم اقتصادی باشه، دموکراسی داشته باشه، پیشرفت نکرده باشه. خب ما الان دموکراسی نیستیم. خب چرا طبعا هستیم؟ تو اسمی هستیم. آره رای گیری میشه دیگه. کمونیستی کمونیستی نه. کمونیستی خیلی خطرناک‌تر از این چیزه. آجی دقیقاً دارن همون کارو میکنن. احزاب سیاسی مثل میمونه که آقا مثلا 10 تا داداشن، خب بعد اینا مثلا قدرت دست گرفتن، این 10 تا میگن بین ما 10 تا یکی رو انتخاب کنیم، دست درد نکنه. خیلی دموکراسیه. فکر کردی تو آمریکا منافع اصلی سران آمریکا با اومدن بایدن یا ترامپ خطر میفته؟ نه. چرا برای اونا خیلی فرق میکنه؟ نه فرق آجی اونا خیلی جلوتر از بایدن 70 سال بایدن 70 سالشه، بیش از نصف عمرش توی سیاست بوده. همه منافعش تامین شده. ایران هم همینه آقا، همه جا همینه. سران یک کشور، خب باز ببین سرانشون رو باز مردمشون دوست دارن. اوکی کی میگه نه؟ آقا ترور شده یارو. ببین تو آمریکا اندازه هیچ جای دنیا تروریست رئیس ترور ببین این چندمیشه. بوش رو چند بار زدن، اصلا بوش رو هیت میکردن تو آمریکا. ببین تو نمیتونی بگی نه همه عاشقشن. 300 میلیون جمعیته، نصفشون نمیپذیرن ترامپو، حالا هم باهاش نمیکنن، توف کن صورتش، ولی هست. دموکراسی حاکم میپذیرن. مثلا ما اینجا جلیلی هم رئیسی به عنوان بدترینشون بودی، درسته؟ رای آورد، چی شد؟ الان که مرده. اونه که نمیخوادم یه حرف یه پشت مرده حرف نزنید. خب یعنی تو پذیرش داری بعد از این مدتی، ممکنه حال نکنی باهاش، پذیرش میشون. دموکراسی میگه آقا رای دادن دیگه، بالاخره رای دادن. خب یه جا هست مثلا کره رای نمیدن، یه نفره یا منم بچه‌م میاد، پادشاهی که نیستش که. خب دموکراسی یعنی همین. داستان سر چیه؟ ببین سیاست تعیین میکنه که اقتصاد چقدر میتونه گنده بشه. تو اگه بال پلیتیک ضعیف باشه، عمرن تو اکونومیک قوی نمیشی.
من میگم مردم دیگه توان مقابله ندارن با اقتصاد، یعنی جیبشون خالیه، زورشون نمیرسه. این فقط جایی حل میشه که ما بتونیم تو نظم جدید نقش بگیریم. یعنی تو باید اول تو بیرون مرزهات حد تعریف بکنی، تو سر خور نباشی. ببین تو ایران بیشترین کارو کیا میکنن؟ کارگران. کدام حقوق کی میگیرن؟ کارگران. خب ما کارگر منطقه تا الان میخوایم از اون حزب کارگر خارج، میگیم ما هم زور داریم، پول جمع کردیم، تانک خریدیم، بیا دعوا کنیم. آقا من اصلا بچه فقیر بودم، تو بوکسور بچه پولدار بودی، درسته؟ من رفتم تو این 20 سال بوکسات گرفتم، بیا با هم جنگ، بیا با هم فایت کنیم ببینیم چی میبره. و تو مجبوری با من فایت کنی. تو مثلا چاقوشونو کشیدم مثلا، میگم آقا من میخوام تو رو بزنم، من تو من گندم، میخوام تو رو بزنم، بسم الله. گنبد آهنین داری؟ میزنمش. از خود دفاع کن دیگه، به منو بزن. کجا میخوای بزنی؟ فکر کردی از اسرائیل پاشی بیای تو با هواپیما بیای تو ایران کار راحتیه؟ اصلا کار راحتی نیست. نمیرسه. بس فکر کردی مثلا اگه هواپیمای ایران برام بالا اسرائیل کار تو چند ساعت اسرائیل تموم میشه؟ سوال دیگه بپرسم، جنگ 7 روزه اسرائیل یادته؟ قدیمیه، من خیلی خیلی کوچیک بودم. آفرین قدیمی مثلا، درسته؟ تو جنگ چند روزه اسرائیل، جنگ‌های چند ساعته اسرائیل، رقباش حرف مثلا داشتن، اصلا خیلی ضعیف بودن دیگه، لبنان همه رو میخورد. الان به نظرت حمله کنن اسرائیل میتونه تو 5 روز کل منطقه رو بگیره؟ شاید بتونه. میتونه بگیره به نظرت؟ این با زورش میرسه الان حمله کنه به لبنان؟ حماس نمیتونه بگیره. به خاطر چیه؟ این ضعیف شده یا اینا خیلی قوی شدن؟ آها. اینه داستان. کی قویشون کرده؟ ایران. خب من یه سوال آقا، ایران ما کاری که تحریمی، بدبختیم، هیچی هم نداریم، تکنولوژی هم نداریم، چی جوری ما داریم ادعا میکنیم که قوی؟ الان سوال دارم. آقا بگو اینو. 2 سال پیش روسیه تحریم شد، درسته؟ 2 سال پیش روسیه تحریم شد، بله، سر جنگ اوکراین. میدونی بیشتر از قبل داره گاز میفروشه؟ نه. پروسش کنه. خیلی چیزا دیگه وارد بهش نمیدن آقا، اصلا نه بفروشه. گاز میفروشه. خب داره گاز میفروشه. مثلا الان تحریم دیگه اون معنی قبل نداره. ما 14 ماه دیگه 14 ماه چرا نداره؟ فروش نفت ما تو 30 سال اخیر پیک زده. چیزی وارد نشده، ولی مثلا هیچ کشور اروپایی دیگه مثلا با ما کار نمیکنه، مثلا برنده و کمپانی‌ها بزرگ با ما کار نمیکنن. راجع به اون بعداً توی ویدیوی کامل صحبت کنیم. چرا؟ چون واردات در کشور یه سری اصول داره. LCR رو باید بشناسی. باید بدونی تو بانک جهانی چه موقعی شما میتونی. یه سوالی بپرسم برای اینکه بخواد یه اشاره کردم به موضوع بعدی. شما بخوای وام بگیری از یه بانک نیازش چیه؟ یه بک‌گراند خوبی داشته باشی، سرمایه داشته باشی، یه زمان داشته باشی. یعنی شما مثلا بخوای یک دیگر بانک وام بگیری باید حداقل گردش 2 میلیارد داشته باشی. و بانک ها ماکسیمم به 80% پول وام میدن، درسته؟ آره. واردات ها اینجوری شکل میگیره اینجا. شما باید پول داشته باشید تو بانک جهانی، بگی من روی این پول میخوام وام بگیرم، اعتبار بهم بدید. نمیشه همینجوری وارد کنی الکی. ما یه نفت فروختیم، پول داشتیم، چرا ریدم تو پولا؟ نه تو پولا. چرا تو بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کردن؟ تحریم بودی. آها. خب تحریم بود. آفرین، پس معنی تحریم پول نمورده. پس معنی داره تحریمه. آفرین. توی IMF پول بلاک شده. آیا قراره تا آخر عمرت بمونه؟ شاید نمونه. شاید بمونه. من یک می‌خواستم بدم میدادن دیگه. خب 14 ماه تمام میشه در این ماه ایران. اون حد چیه؟ یعنی 14 ماه دیگه پولای ما رو میدن. دیگه تحریم نیستیم. دیگه عملاً تحریمی نیست. دوباره تحریم میکنن. بر اساس با اون حال نمیکنه. میشه دیگه. من همین میگم. مگه اصلا ترامپ اومد نگو من با اینا حال نمیکنم. ترامپ کی اومد؟ 96 2016. الان از اون چند سال گذشته؟ 8 سال گذشته. 8 سال. توی این 8 سال ما آدم قبلی توی 8 سال پیش ما تو 8 سال پیش اینقدر واسه ساشا خوشو نمیکشیدیم؟ نه. پس به این راحتی ها نیست. ببین لحن مذاکره، لحن صحبت آقای ترامپ هم تغییر کرده حتی. دیگه اونم واسه ایران ببخشید شاخشون نمیکشه. اونم نرم شده. میدونه آقا ببین ترامپ پذیرفته تغییر کرده جهان. تا نپذیرفته این قضیه رو. اونقدری هم که تو میزنی سر مال اونقدر بی ارزش نیست. اونقدری با ارزش هستش که 1 ساله نمیتونه حماسو بگیره اسرائیل.
یه چیزی هست این وسط، یه کاری اگه کردن بخوای که اینجوری حساب کنی روسیه هم 2 سال نتونست اوکراینو بگیره. ربطی نداره. خب روسیه ابرقدرت، جز ابرقدرت‌های جهان. چرا میتونه بگیره؟ بخواد نمیدونم. میخواد بگیره. من همین میخواد ببین بگیره. سوال اینه، شما این چیزی حرفا رو میذاری مثلا انگار پابجیه. خب تو مثلا یه تفنگ خفن داری اون نداره، پس تو بمیری. میگه از تو میخوای بری، زمان محدوده، تو میری که اون کارو بکنی. هیچ کس نمیخواد کارو بکنی اصلا. اینو می‌خواست بکنه، چرا زدی؟ کش میخواست بده. چی می‌خواست کش بده؟ خیلی چیزا رو چه می‌خواست. منفعتی داره براش تو خیلی جنگ منفعت بودن؟ داره. یعنی هزینه جنگ براش خیلی منفعت داره. آقا هزینه جنگ مگه نمیگی زیاده؟ ببین یار روسیه کیه؟ یار روسیه کشورایی که چین. آها اونجوری بخوای حساب کنی. اینا با هم مثلث برمودا، ایران، چین، روسیه. اوکی. توی مثلث یکی بازی میکنه تلفات میده، اون یکی تلفات نمیده، جبران موافقت میکنه، میگه برای جای دیگه جبران میکنم، تو این کارو بکن، یه فضایی رو درگیر بکن، من کارم انجام بدم، منم برات کار انجام میدم بعدا. اوکی. روسیه وارد جنگی شد، تورم جهان رو برد بالا. اوکی. بعدش چی میشه؟ گاز گرون میشه، نفتم گرون میشه. به نفع کیه این؟ خود روسیه و ایران. به نفع کسی دیگه میشه؟ به ضرر چی میشه ولی؟ به ضرر چی بشه؟ آها. چین تو همون هی اومد با ایران چی بست؟ قرارداد 25 ساله بست که چی؟ که به قیمت نصف از ایران نفت بخره. یعنی انگار اصلا اتفاقی واسش نیفتاده. آها پس ما و نگاه کن خوبی الان نگاه کن، ما درآمدمون از فروش نفت کمتر شده. خب آفرین. چرا کمتر شده؟ حجم بیشتری فروختیم ولی کمتر در آوردیم. تحریم بودیم. اوکی. ببین ما در این حرف رو میزنم. شما یه زمانی 8 سال 10 سال پیش جلو عربستان هیچی نمیفروختی. اون میفروخت. عربستان زمان کرونا که هیچ تقاضای نفت نبود داشت روزی 13 میلیون بشکه نفت میفروخت. الان چقدر میفروشه؟ نمیدونم. 7 میلیون. نصف کرونا. اگه کرونا نیستش که چی شده پس؟ ایران نمیذاره بفروشه. چون یمن زیر گوششه. ایران میگه تو از 13 میلیون که شده 7 میلیون، 7 میلیون کجا میره آقای عربستان؟ من با تولید کنم. اینجا میشه زور. اینجا ببین اینجا جاییه که دیدی مثلا میگن که بعضی جا حرف نمیره، زور باشه بالا سرت. اینجا اونجاست که با زور بالا سرت باشه. منطقه ما منطقه زورگواست. خب اوکی منطقه توی عربستان با حرف راضی نمیشه، چون باید آمریکاست. عربستان رو به زور قانع میکنن که ببین آمریکا اونوره بخواد بیاد اینجا تا بیاد با من بجنگه. آمریکایی که یه بار تو ایران، تو عراق ضربه خورده رفته، تو افغانستان ضربه خورده رفته، این بارم من یه جوری میزنمش نتونه بلند شه دیگه. تو منطقه ای خاورمیانه هیچ کشوری نمیتونه بلند شه از خارج مگر اینکه تمام آدماشو بیاره. آمریکا برای اینکه بتونه توی خاورمیانه یک کشور بزنه حداقل باید 40,000 سرباز بیاره. نمیاره. عمرن نمیاره. این جای نمیاره. خالی کنه پایگاهشو، چین پایگاه دیگه‌شو میگیره. بعد این جنگ سرد بازی کوچیکی نیست. تو نمیتونی ببین مثل شطرنج میمونه. تو یه حرکت به جلو باید بتونی بعدش چی میشه. اگه یه سرباز آورد جلو وزیرت رفت تو ریدی کاملا. اون برده. تو سرباز آورد جلو مثلا یه دونه فیلم زدی درسته؟ اون وزیر رو زد. بس بازیه. تو مهره بازی کردن خیلی محتاطن اینا. وگرنه اینجوری بود اگه قرار بود آمریکا پشت اسرائیل وایس هر کاری بکنه باید تو این چه سال پدر ایرانو در می آورد. با خاک سرش می‌کرد. خب الان ما اون سهم بازار نفتی که داریم نصف قیمت میفروشیم به چین دیگه. نه فقط چین که فقط دیگه مثلا خب به درمون نمیخوره که. خب درآمدی نداره دیگه. الان ببین وضع مردمو ببین. درآمدش رو نمیتونی تا کنی که قرار نیست هر چیز دنبه بشه که. شما قرار نیست هر چی فروختی رو درجا خرید. اصلا ببین اساس حرف اینه. شما باید درک بکنید درآمد نفتی برای چیه. ببین کشورها بعد چرا ایران داره از سال 400 مالیات میگیره. این خیلی مهمه. این تغییر ساختار خیلی مهمه. ببین ترامپ اومد ایران رو تحریم کرد که ایران یاد بگیره با مالیات کشور اداره بشه. کشورهای جهان بر اساس مالیات درآمدزایی میکنن، نه مثلا نفت. مگه سوئد نفت داره؟ نه. مگه آلمان نفت داره؟ نه. مگه فرانسه نفت داره؟ نه. پس از کجا در میارن؟ صادرات. چی صادر میکنن؟ تکنولوژی. از کجا پول در میارن برای خودشون؟ مالیات میگیرن که با پولش تکنولوژی صادر میکنن. اگر اونم پول میخواد درسته. کشورهایی که نفت ندارن یا اصلا هیچ منابع طبیعی ندارن چیکار میکنن؟ سعی میکنن یه چیزای دیگه‌ای رو درست که بکنن. نداره درست کردنش هزینه داره درسته. هزینه‌شو از مالیات میگیرن.
یعنی درآمد اصلی هر کشور مالیات کشوره. عربستان مالیات داره مگه؟ آفرین. چرا نمیگیره؟ چون نفت داره. خب ما هم نفت داریم. خب شاه چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ شاه تو ایران چیکار میکرد؟ نفت میفروخت. درسته. میدونی که نفت تموم میشه بالاخره تموم میشه.